پاک می‌دارم تو را تا جان بود در پیکرم بهترین گنجینه من ای زبانی مادرم. به تو هجم ای زبانی مادری، هستیم سرهستیم داراییم زیب و فراوان. درود بر شما عزیزان دید. همان طوری که آگاه هستید هفته زبان تاجیکی با همه زیبایی و شهامتش ادامه دارد. برای بزرگداشت و بلند کردن مفهوم زبان تاجیکی ما باز یک برنامه کوتاهی را برای شما آماده کرده‌ایم. با امید بالغ خاطری و حسی بلند هویت ملی هر یکیمان منظور شماست برنامه ما. این داغ روز که باعث کاهش دادن دوستداری زبانی ما می‌گردد. این با روسی ابراز کردن بعضی سخنان معمول هنگام معاشرت. این اشتباه ما است که آن را باید اصلاح کرد. ملاحظه فرمایید. مریم ما پاپا دستی پیشا داریم کراچی باید نقص سری بینیم ما پاپا دستی پیشا داریم خلاص باید نقص سری بینیم اپای رو حفظا این سوال رو چیکار کنیم؟ این مثال آسان است پروست سومای دو جمع شونده را میابه اپای رو حفظا این سوال رو چیکار کنیم؟ این مثال آسان است تنها سومای جمع شونده را میابه خانه کامرا او داوا خانه کامرا او مایل خواهد بزرگی زبان ما است که از آن دیگر زبان‌ها کلمات خیلی زیادی را به خالد خویش گرفته زبان خویش را باید می‌گردانند. پس زبانی که برای بایگشتن دیگر زبان‌ها کمک می‌کند قابل تحصیل نیست؟ البته هست. کلمه халат که به زبان روسی علاقه دارد از کلمه فارسی خلعت گرفته شده است. کلمه زبانی روسی چمدان از کلمه فارسی زبان تاجیکی گرفته شده معنایش جامدان می باشد. کلمه روسی کاروان هم از کلمه فارسی کاروان گرفته شده است. هفته زبان تاجیکی مبارک! درگاه ما درگاه شکوهی زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی سنتی ملت ماست. زبان تاجیکی زبان علم و معرفت است. من شاد هستم که با زبان تاجیکی گپ میزنم.